سلامی دوباره به همه بچهای کانال. امروز اومدیم با قسمت 5 ویندوز و میخوایم از یه سیستم ویندوزی به صورت ریموت به یه سیستم ویندوزی دیگه وصل بشیم. بدون اتلاف وقت میریم ببینیم چجوری میشه این کار رو انجام داد. خب من یه سیستم مجازی اینجا دارم مثل همیشه. این چک پوینتش رو اپلای کردم و الان روشنش میکنم. باید مثل جلسه قبلی چک بکنید ببینید این دوتا ماشین، یعنی این سیستم مجازی که اینجا هست با این ماشین واقعیتون همدیگر رو میبینن یا نه. شرطاش چی بود؟ که این سیستم به دیفالت سویچ وصل باشه و بعدش فایروالاشون رو خاموش کنی، پینگ بگیری ببینی همدیگر رو پینگ میکنن یا نه. اگه پینگ کردن فایروالا رو دوباره روشن میکنی و ادامه داستان رو مثل من پیش میری. خب حالا الان شما فکر کن این سیستم مجازی من خب تو اتاق شماره 1 دفتر خورده به شبکه و برق داره یکی باش کار میکنه. اون سیستم فیزیکالم حالا تو دفتر من تو اتاق آیتی من پشتشم و من به شبکه وصلم. حالا میخوام از اون کامپیوتری که تو دفتر منه بدون اینکه پاشم برم تو اتاق شماره 1 و بشینم پشت اون کامپیوتر به اون کامپیوتر ریموت دسکتاپ بزنم. خب الان این کامپیوتریه که توی اتاق شماره 1 هستش. اول من باید ویژگی ریموت دسکتاپ رو روی این کامپیوتر اینیبل بکنم. خب چجوری این کارو میشه کرد؟ برای این کار من اینجا میتونی سرچ کنی ریموت دسکتاپ و این ریموت دسکتاپ ستینگز رو بزنی اینجا، یا میتونی یه دونه فایل اکسپلورر رو باز بکنی اینجا روی دیس پی سی کلیک راست بکنی پراپرتیز بگیری ازش و اینجا اگه اینو بزرگ کنی اینجا یه دونه ریموت دسکتاپ داری، اینو میزنی این قسمت رو برات میاره. اینجا ازت پرسیده میخوای اینیبلش بکنی یا نه. من میگم آره. کلیک میکنم میاد که تایید بگیره، تایید میکنم اینجا. خب وقتی که اینیبل شد یه سری ویژگی ها برای من آورد که من کانفیگ بکنم. مثلا اینجا آقا کامپیوتر چقدر اویک باشه تا این کانکشن ها بیان و یه سری تنظیمات دیگه. یه دونه هم اینجاست که مثلا تو به عنوان گست یا پابلیک بودی یا پرایوت کامپیوتر قابل دیسکاور باشه یا نه، که الان تو مثال ما خیلی معنی نمیده، به خاطر همین کانفیگش نمی کنیم همینطوری باشه. تو محیط عملیاتی هم از اینجا کانفیگ نمی کنیم، میری از سرور مرکزی همچین کانفیگایی رو میزنی. فقط تو قسمت ادوانس ستینگ این تیکه یه نکته ای داره که اونه که این تیکه باشه بحث کانکشنت سکیورتره و اگر نباشه یه کامپیوترهای خیلی قدیمی میتونن مثلا وصلشن، ولی اگه تیکه باشه اون کامپیوتر قدیمی ها که قبل ویندوز 7 ان دیگه نمیتونن ریموت دسکتاپ بزنن به این کامپیوتر. تو دنیای الان خیلی معنی نمیده، ولی فقط مطمئن باش که این تیکه هستش. اینجا هم بهت گفته آقا چجوری به این کامپیوتر وصل شی و چه یوزر اکانت هایی میتونن به این کامپیوتر ریموتلی وصل شن. شما میتونی اینجا بزنی و اد کنی اون یوزرها رو و این یوزرها کجا میرن اد میشن. اگر من برم تو کامپیوتر منیجمنت اینجا تو لوکال یوزر گروپس اینجا یه گروهی بود ریموت دسکتاپ یوزرز قبلا سر با یه هایپر وی بهش برخوردیم. اونجا اد کنی خودش احتمالا میاره اینجا برات ادشون میکنه. من تا حالا از اون استفاده نکردم، مستقیم مثلا اینجا اد میکنم یا تو سرور مرکزی مثلا تو همین گروه ادشون میکنم. ولی الان هیچکی اینجا اد نبود. پس چرا گفته گیکسی روزه الان خودش چیز داره، دسترسی داره اینجا؟ چون گیکسی روزه ادمین همه کار میتونه بکنه. خب پس اینجا اگر یه یوزر سطح دسترسی ساده یا بیسیک ساختی و خواستی بهش اجازه بدی که به این کامپیوتر که مثلا شاید کامپیوتر خودش باشه ریموتلی وصل شه، باید اسمش تو گروه ریموت دسکتاپ ها باشه. این نکته این قضیه است. پس الان ما برای فعال کردن ریموت دسکتاپ فقط این تیکر رو زدیم و همینم فعلا کفایت میکنه. حالا بریم ببینیم چطوری میتونیم به این کامپیوتر به صورت ریموتلی وصل بشیم. خب من اول آی پی این کامپیوتر رو داشته باشم که میخوام بهش وصل شم. یه سی ام دی باز میکنم، میزنم آی پی کانفیگ. خب بعد این سیستم رو میبندم. خب الان من توی یه سیستم دیگه هستم که میخوام به صورت ریموت به اون سیستم مجازی وصل شم که حالا اگه واقعی هم بود فرقی نداشت. آی پی اینجا هم یه چک بکنیم. اینجا هم ما همچین آی پی داریم که با اون آی پی که تو اون سیستم دیدیم خب تو یه شبکن. خب حالا بریم ببینیم میتونیم وصل شیم یا نه.
برای این کار من به نرم افزار ریموت دسکتاپ کانکشن نیاز دارم تو ویندوز. اینو باز میکنم، این ویندو برام باز میشه. اینجا میگه به چه کامپیوتری میخوای وصل شی. من به چه کامپیوتری میخوام وصل شم؟ 172 27 136 49 آی پی اون کامپیوتریه که اونجا ما آی پیشو پیدا کردیم. میگه اوکی این شد آی پی، همینجا کانکتو میزنم. این میره ببینه اون کامپیوتر واقعا ریموت دسکتاپش اینیبل هست یا نه. به محض اینکه جواب گرفت، اون گفت آره اینیبل هست، سریع اومد به من گفت خب با چه یوزرنیم پسوردی میخوای وصل بشی. یه یوزرنیم پسوردی بعد اینجا بزنی که اون کامپیوتر بشناسه، که من یوزرنیم پسورد گیکسی روز رو دارم و اینجا پسوردش رو میزنم، اینتر رو میزنم. اینجا به میگه آقا این یه وارنینگ بهم میده، میگه این سرتیفیکیت اون کامپیوتر است. برای اینکه مطمئن بشی واقعا داری به کامپیوتری وصل میشی که میخوای بهش وصل بشی، باید چک کنی ببینی این سرتیفیکیت اون کامپیوتر است یا نه، که فعلا بحث اینجا ما نیست. من اینو فعلا یس میزنم و میره که وصل بشه به اون کامپیوتر. ناکن الان وصل شد به اون کامپیوتر. این سشنی که من الان اینجا باز کردم برای هایپر وی نیستا، اینو ریموت دسکتاپ کانکشن برای من باز کرده. حالا ببین هایپر وی بهم یه ارور داد. چرا؟ گفت الان فهمید آقا یکی دیگه بهش وصل شد، اون قطع شد از اون ور. میگه ریکانکت میخوای بکنی؟ نه اگزیتو میزنم، میگم نه اگزیت شو. این الان به صورت ریموتلی از داخل این کامپیوتر وصل شدم به اون کامپیوتری که مثلا تو اتاق شماره 1 هستش. خیلی ساده، فقط اونجا زدم ریموت دسکتاپ اینیبل شه، اینجا آی پی اون کامپیوتر رو زدم و یوزرنیم پسوردی که اون کامپیوتر بشناسه. به همین راحتی. حالا یه موضوعی میمونه، این که الان من این اوکی میزنم بره. خب من دوباره ریموت دسکتاپ رو باز میکنم، میزنم ریموت دسکتاپ. باز یه داستانی هست، دوباره یوزر اینو ببینه اصلا واقعا نمیتونه باش کنار بیاد. مثلا فکر میکنه الان چه خبره اینجا. برای اینکه مشکل باشه که یوزر بتونه ازش استفاده کنه، بیا اینجا شو آپشنز رو بزن. اینجا یوزرنیمو دیگه این سری بهش دادی. خب میتونی بگی آقا کردنشالش رو سیو کن که این یوزرنیم پسورد رو یه بار که زد دیگه نزنه هی. حالا بیا همه تنظیمات رو بزن. اینجا مثلا دیسپلی چطوری باشه، مثلا بره از پرینترهای مقصد استفاده کنه یا نه. یه سری تنظیمات خیلی بیسیکی هست، خیلی چیز خاصی نیست. این ادوانسش هم فعلا کاری نداریم. تو جنرالش فقط آی پی و یوزرنیم و اینا رو بزن. بعد اینجا بیا بگو سیوز رو بزن. تو قسمت تو بیا مثلا میذاریمش تو دسکتاپ، مثلا اینو میگم آفیس پی سی، اسم فایلشو میذارم آفیس پی سی، سیو میکنم. آره تازه سیو کرد، یه ذره طول کشید. خب حالا ضبط رو میزنم. از این به بعد به یوزر میگم میخوای به اون کامپیوترت وصل شی، بیا روی این دبل کلیک کن. روی این دبل کلیک میکنه، کانکتو میزنه. حالا این سری مثلا پسوردشو بزنه، این ریممبر می هم میزنه که اونجا سیو بشه پسوردش. اینتر رو میزنه، میگه بله به همین میخوام وصل شم و کامپیوترشو میگیره. ببین یه دقت کردی اینکه این کامند پرامپت هنوز بازه. چرا؟ چون اگه زبدر بزنی اینجا یا اینجا بیای پایین اینو بزنی و اینجا نه پاور، اینجا دیسکانکت رو بزنی، جفتش یه کار میکنه، زبدر یا دیسکانکته. سشنت هنوز اونجا هست، اون برنامه‌ای که اونجا ران بوده هنوز داره ران میشه، ادامه پیدا میکنه، ولی تو سشنت قطع میشه. اینطوری زبدر میزنی، اوکی میزنی، میای بیرون. دوباره که روش کلیک بکنی این سری پسورد هم ازت نخواست، فقط بازش کرد. هنوز اون سشن اونجا داره. یه لحظه باگ زد رفت تو قسمت ساین این پیجش، ولی مهم نیست، دوباره سری خودش ریستورش کرد. الان من اون برنامه‌ای که اونجا داشتم هنوز بازه. کی این برنامه همه چی تموم میشه؟ اینجا به جای دیسکانکت و اینا بیام ساین اوت بکنم. ساین اوت که بکنی کلن اون سشن در بین میره و خودت هم از این میای بیرون. الان نگاه کن، ساین اوت رو میزنم و ساین اوت میشم. حالا اگه دبل کلیک بکنم بره داخلش، دیگه اون برنامه باز نیست. میبینی تازه داره لاگین میکنه، میبینی
داره میزنه ویلکام، تازه داره لاگین میکنه و وقتی که لاگین کنه اون برنامه هیچ کدوم باز نیستن. خب برای آوردن ریموت دسکتاپ که میتونستی هم اونجا بزنی ریموت دسکتاپ، میتونی تو قسمت ران بزنی MSTSC، اینم بنویسی. البته بزرگ کوچیکیش من چرا بزرگ نوشتم، مهم ببینم بزرگ کوچیکش ربط داره، نه همون بزرگم بنویسی. تو ویندوز خیلی به حروف بزرگ و کوچیک ایراد نمیگیره، اون لینوکسه که مثلا بزرگ با کوچیک فرق داره. خب اینجا الان من MSTSC هم بزنم همون پنجره رو دوباره بهم میده. پس دیدی یکی با MSTSC باز کرد تعجب نکنی اون چیکار داره میکنه. خب فکر کنم متوجه شدی که این RDP یا ریموت دسکتاپ ویندوز اینطوریه که وقتی میاد لاگین میکنه به صورت ریموت روی یه کامپیوتر دیگه، اون یوزری که آلردی لاگینه اون باید لاگ اوت بشه و بره بیرون. پس به خاطر همین اگه یه نفر لاگین باشه و تو بخوای ریموتلی لاگین بکنی، اول به تو یه پیام میده که آقا یه نفر اونجا لاگینه، میخوای بهش بگم که لاگ اوت کنه تو لاگین کنی، میزنی یس. بعد یه پیام برای این میاد میگه آقا 60 ثانیه وقت داری قبول کنی یا رد کنی ریموت زدن این شخصو. اگه نه قبول کنی نه رد کنی طرف ریموت میزنه، اگه قبول کنی که میزنه، اگه ردم کنی ریموت طرفو دیکلاین کردی. پس ریموت دسکتاپ اینطوریه که تو نمیری رو تصویر طرف و اونم مثلا موس و کیبورد رو داشته باشه تصویر رو ببینه، تو هم کاراتو انجام بدی. یعنی اون شخص نمیبینه تو داری چی کار میکنی. یعنی یه سشن کاملا جدید برای تو وا میشه. سشن چیه؟ سشن همون که شما میشی پشت کامپیوتر لاگین میکنی تصویر بهت میده، اون میشه سشن شما. اینم یه سشن جدید میده، نمیره از اون سشنی که آلردی اونجا هست شما رو هم بندازه اونجا و شما با موس و کیبورد انگار فقط مثلا موس و کیبورد و مانیتور رو دزدیدی. نه اینطوری نیست، شما کل سشن اون کسی که اونجا هست رو میندازی کنار و خودت وصل میشی. خب اینجا که من مشکل خوردم، من شاید بعضی موقع نیاز داشته باشم که وصل بشم به سیستم طرفم ببینه من دارم چی کار میکنم و اینکه منم ببینم شخص چی کار میکنه. مثلا بهش میگم آقا مثلا فلانجا به ارور میخوردی، میشه این کار رو الان جلو من انجام بدی ببینم چه جوریه؟ من ریموتم، من دارم فقط تصویر اون کامپیوتر رو روی کامپیوتر خودم میبینم، یا حالا که من دارم میبینم انجام بده ببینم داری چی کار میکنی. اینجا ریموت دسکتاپ به دردت نمیخوره. چی به دردت میخوره؟ یه تنظیماتی هست. من اگه این سیستم مجازیمو باز کنم دوباره، خب اینجا علاوه بر اون ریموت دسکتاپه، من یه چیزی دارم به نام ریموت اسیستنت. بذار ببینم اسیستنت حالا هرچی هست. میریم توی این ریموت دسکتاپ ستینگز اول. خب اینجا میزنم ریموت اسیستنت. خب اینجا الاو رو میزنم که این پنجره رو برای من باز کنه. خب اینجا همینجا ببینی ریموت دسکتاپ رو من الاوش کردم، این تیکرم زدم که همونی که گفتم مثلا امنیتش میبره بالا. این قسمتی بود که اینجا ما اینیبلش کردیم، اینجا هم میتونستی اینیبلش کنی. این قسمت که بای دیفالت خودش اینیبل هست قسمت ریموت اسیستنسه. این میگه آقا زمانی به دردت میخوره که میخواید هم خودت هم شخصی که داره ریموت میزنه جفتتون یه چیز رو ببینید و این موس و کیبورد و مانیتور رو با هم شیر بکنید. من اینجا اینو الاوش کردم، الان یه نفر میتونه این کارو بکنه، ولی برای اینکه اون شخص بتونه ریموت بشه به این سیستم و کمک بکنه به من باید براش دعوتنامه بفرستم. برای اینکه اون دعوتنامه رو بفرستی، اینجا من میذارم ریموت اوکی. الان اینو میذارم میگه invite someone to connect to your PC. اینو که میزنم با این یکی میرم جلو. این تمرینی که میخوام بدم خودت بدی انجام بدی. با این یکی بزنم برم جلو، یه فایلی بهم میده که اون دعوتنامه هست، که بعد اون دعوتنامه رو من یه جوری میرسونم به اون شخص و اون یا میاد از این یکی استفاده میکنه تا به من وصل شه. این چی میگه به کسی که تو رو دعوت کرده کمک کن. اون میاد از این آپشن استفاده میکنه، یا نه فقط میره رو اون فایل دعوت کلیک میکنه، حالا پسورد میزنه و میاد به کامپیوتر شما وصل میشه. پس این ریموت اسیستنس فرقش با اون ریموت دسکتاپ اینه. این واقعا برای اسیستنس، اون ولی نه میخوای یه سشن باز کنی روی کامپیوتر به صورت ریموت کار کنی. یه مثال فکر کن یه سیستم ویندوزی که یه ریسورس خیلی هیولایی داره روی مثلا سازمانتون هست،
شما یه کدی داری میخوای اجراش کنی، به کلی جی پی یو نیاز داره. شما یه لحظه ریموت دسکتاپ میزنی به اون کامپیوتر، برنامه تو میزنی اجراشه، اون برنامه 3 روز طول میکشه تا به جواب برسه. 3 روز بعد اون جی پی یو اونو پروسس انجام بدن روش. ریموت دسکتاپ میزنی به اون کامپیوتر، اون کد حالا پایتونه یا هرچی هست رو میذاری رانشه، زبدر میزنی یا دیسکانکت میکنی که اون سشنت اونجا باقی بمونه و ادامه پیدا کنه و اون رانچه، بعد 2-3 روز بری نتیجه رو ببینی. ولی تو اسیستنس شما لاگین میکنی روی سیستم که به یه نفر کمک بکنی و جفتتون دارید یه تصویر رو میبینید. حالا آقا فقط میشه با یه سیستم ویندوزی به یه سیستم ویندوزی وصل شد، چون آقا این ریموت دسکتاپ کانکشنه که ما اینجا برنامه‌شو وا کردیم یه برنامه ویندوزیه. نه، هر برنامه‌ای که بتونه با زبان RDP با یه ویندوز صحبت بکنه میتونه به شما این قابلیت رو بده که شما به صورت ریموت به یه سیستم ویندوزی وصل بشی. دقیقاً اتفاقی که برای من رو این سیستم افتاده. سیستم من ویندوز نیست، میام اینجا یه برنامه‌ای نصب کردم به نام مایکروسافت ریموت دسکتاپ. این برنامه رو من باز میکنم، اینو باز کردم، خب کلیک راست میکنم، کانکشن سنتر. خب این برنامه رو که باز میکنم میبینی الان، حالا من اینا رو شطرنجی کردم، اینا کانکشن هایی هستن که من الان سیف کردم، رو هر کدوم دبل کلیک بکنم ریموت دسکتاپ میشه به یه سیستمی. حالا فکر کن الان من میخوام یه کانکشن جدید ایجاد بکنم، روی این به علاوه میزنم اد پی سی، اینجا همه اون کارهایی که رو اون ریموت دسکتاپ انجام دادم نوشتم رو اپلیکیشن ریموت دسکتاپ تو ویندوز، همه اون سوالا رو اینجا از من میپرسه، میگه اوکی کامپیوتر مقصدت چیه، آی پیش چیه، این یوزر اکانتت هر موقع نیاز شد بپرسم، یا میتونی اینجا بری اد بکنی یه یوزر اکانت بهش بدی، هر دفعه کلیک میکنی خودش بره از اون یوزر اکانت استفاده بکنه. پس هر اپلیکیشنی که RDP رو ساپورت میکنه، پروتکل RDP رو، یا به یه زبان دیگه بخوایم توضیح بدیم با زبان RDP میتونه صحبت بکنه با یه ماشین ویندوزی، میتونه به شما این قابلیت رو بده که به یه سیستم ویندوزی وصل بشی. خب توی لینوکس چیه؟ تو لینوکس هم یه نرم افزار دیگه است، مثلا رمینا میتونی رو لینوکس استفاده کنی که بتونی به یه کامپیوتر ویندوزی ریموت بشی. پس همه این کارهایی که من میکردم، من الان خودم یه ریموت دسکتاپ ستاپ کردم برای این سیستم واقعیه. سیستم واقعی یه گوشه فقط یه کابل شبکه و برق بهش وصله، هیچ مانیتوری هیچ چیزی بهش وصل نیست. من به صورت ریموت اول به این کامپیوتر وصل میشم و بعدش تو هایپروی اون کامپیوتر یه کامپیوتر مجازی وجود داره که اونجا مثلا من کارهای آزمایشگاهیمو انجام میدم. خب این شد کل نکاتی که مهمه برای ریموت دسکتاپ. اینم از پایان این قسمتمون. امیدوارم که لذت برده باشید. اگر اینطوری بوده حتما با لایک و کامنت خوشحالمون کنید. سابسکرایب یادتون نره که قسمت‌های جذاب‌تر در راهه. میبینمتون. بدرود.